رسیدگی هم یال نمیتونم یال دو فامیل سه فامیل در پارچه 12 زیر گل است نه بلدوزر است نه هیچ کسی نیست چی رقم خواست داشته باشه وخیم از سیلاب بسیار به اوجش آمده بود مردم زیاد منتظر ساختن مردم در حالت امسال وخیم قرار دارم و به مردم باید رسیدگی صورت بگیره نهادهای ملی و المللی باید سر توجه جدی کنند دولت پروان امروز نهادهای حکومتی تلاش زیاد کردن اما آن چیزی که فقط کننده نیست به مردم بس چند نفر 13 نفر از یک خانواده بله از یک خانواده یک جا شهید شدن جسدشون کشیدین یک 5 تا